یک فاحشه رو اگر گویی تو فاحشه ای 1000 قسم میخورد که فاحشه نیست. میگو امام علی رحمه فاحشه یک فاحشه سیاسی است. خونش بد نمیسوخت. یک فاحشه سیاسی است. از این بیشتر نیست. این فاحشه های سیاسی بدترین فاحشه ها همین فاحشه های سیاسی هستند. 1000 قسم میخورند. همین فاحشه ها اگر همین در سر همین کورش نقپی 1000 قسم میخورد. در سر همین چی هم قپی نه این امک بچیم است، تقای بچیم است، این خیش مادرم است، خیش پدرم است میگوید تا همین زور نبیاید یکون نوار پواره بالاش گرفته برده نشونتی. شما گفتنی هستی که همون شیر سفیدی که قسم خور شیر سفید مادرش یا که عموما مادرش به وای ارزش نیست